خوش اومدید به یه قسمت دیگه از الکلاسیکوکست. اینجا من مهران به همراه معراج اومدیم که یک بار دیگه آخرین آپدیت رئال مادرید و بارسلونا رو به شما بدیم و اینکه در مورد نقل و انتقالات صحبت بکنیم. توی اپیزود امروز قراره که راجع به پرونده دیومانده حرف بزنیم که قضیهش چی بوده، چرا انقدر پیچیده شده و در مورد تمدید وینی هم صحبت داریم. از اون طرف در مورد فران تورس قراره یک اصلاحاتی داشته باشیم که چه اتفاقی در آینده قراره بیفته و آیا اینکه تمدید میکنه با باشگاه یا اینکه پیشنهادش رو از طرف پاریس سن ژرمن قبول میکنه و تمام جزئیاتش رو باز خواهیم کرد. قبل از اینکه برید سراغ ویدیو حتما کانال رو ساب داشته باشید، ویدیو رو لایک کنید و اگر تمایل داشتید که از برنامه حمایت مالی مستقیم انجام بدید، لینک دونیت از طریق درگاه ریمی توی کپشن هست و اونجا میتونید از برنامه حمایت بکنید. برید تا هم یه سلام علیکی بکن که بریم سراغ برنامه. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. حتما اگه میتونید برای ما کامنت بذارید، مثبت منفی هر چی که هست به ما بگین که ما بتونیم کار خودمون رو بهتر کنیم. بریم شروع کنیم. آره دقیقاً. و اینکه معراج هم گفت حتما توی کامنت ها بگید که ما چطوری میتونیم برنامه رو بهترش بکنیم و در آینده هم برنامه‌هایی داریم که یک سری آیتم‌های جدیدی رو به برنامه اضافه بکنیم، آیتمایی که میتونه در نوع خودش جدید باشه و محتوای تصویری هم به زودی اضافه خواهد شد. فقط باید یه سری کارا رو قبلش انجام بدیم، ولی تا قبلش توی همین فرمت در خدمت شما هستیم تا به زودی هرچی که جلوتر میره برنامه رو بهترش میکنیم. خب معراج، میخوای بریم سراغ برنامه و شروع کنیم از اخبار مهم؟ چه اتفاقی در مورد پرونده دیومانده افتاده؟ چون ما هم میخواستیم که آنالیز فنیشو بریم و مثل اینکه یک اتفاقاتی افتاد و هنوز رئال مادرید نتونسته پروندهشو کامل ببنده. میخوای شروع کن یک بار دیگه که ببینیم چه اتفاقی افتاد، از اولش چی شده که نشده هنوز؟ خب ما الان اتفاقا همونجوری که گفتی تقریبا یه هفته‌ای هست که منتظریم که دیومانده به رئال رسمی بشه، که مثل اسپی که تو قسمت قبلی پروندهشو براتون باز کردیم و از نظر تاکتیکی بررسیش کردیم، دیومانده هم باش همینجوری بیایم تاکتیکی بررسیش کنیم که ببینیم اصلا برای چی راه رفته دنبال دیومانده، چه ویژگی‌هایی داره و به چه دردی میخوره. اما مسئله دیومانده خیلی پیچیده‌تر از این حرفا شده. خب همونجوری که قبلتر تو اپیزودهای قبلی براتون گفته بودم، دیومانده اول گزینه لیورپول بود، بعد پاریس سن ژرمن رفت سراغش و بعد رئال یهویی وارد قضیه دیومانده شد. چرا وارد قضیه دیومانده شد؟ چون که اولیسه به نظر در دسترس نمی اومد و رئال به نظر تصمیم گرفت به جای اینکه یه خرید بزرگ داشته باشه، با خرید دیومانده و رودری که اسم رودریو داره، تالنت دیومانده رو داره، خرید گندش رو در واقع 2 خرید کنه که همون کار رو بخواد براش انجام بده. اما اتفاقی که افتاد چی بود؟ اتفاقی که افتاد این بود که توی این مدت پاریس سن ژرمن از یه جایی به بعد که متوجه شد تقریبا دیومانده با رئال بسته و رئال هم با لایپزیگ خیلی پیشرفت داشته مذاکراتش، یهویی اومد از این مذاکره خارج شد و یه بیانیه هم داد خیلی مستقیم که آقا ما دیگه دیومانده رو نمیخوایم، حاضر نیستیم که پول عجیب غریب خرج کنیم برای دیومانده و اصلا کلا حاضر نیستیم وارد بازیای اینجوری بشیم توی نقل و انتقالات. که خب حالا میدونیم پاریس سن ژرمن یه جایی زیر مفت داده دیگه، یعنی یه موقعی واقعا این کارا رو خودش شروع کرد. اما اتفاقی که افتاد چی بود؟ دقیقاً همون روزی که پاریس به صورت رسمی از انتقال دیومانده خارج شد، رومانو اومد دیگه خبر هیرویگو دیومانده رو زد و هم مطمئن شدیم که آقا دیومانده داره میاد رئال. اما اتفاقی که افتاد چی بود؟ این بود که بجز رومانو خبرنگارای معتبر دیگه که وجود دارن مثل پلاتنبرگ که خبرنگار اسکای آلمانه و واقعا از نظر خبرهای آلمان خبرنگار معتبریه، خیلی مستقیم اومدن گفتن که رومانو داره هیرویگو اشتباهی رو میزنه. چرا؟ یکی از دلایلی هم که پلاتنبرگ آورد این بود که اولا 2 باشگاه با هم دیگه توافقی نکردن و گفت که آی رومانو اگه توافق کردن بیا قیمتشو بگو، چون رومانو توی خبرش این بود که با یه مبلغی بالای 100 میلیون یورو رئال و لایپزیگ توافق کردن و تموم شده مسئله دیومانده. صرفا باید یه سری کارا پیش بره که حالا جلوتر هم صحبت میکنم که حالا رومانو بهونهش برای اینکه الان اینقدر این مسئله طول کشیده چیه. اما پلاتنبرگ اومد گفتش که هیچ توافقی وجود نداره هنوز، اما احتمال زیاد دیومانده راهی رئال میشه، چون که خودش نمیخواد به هیچ وجه بمونه تو لایپزیگ و فقط هم رئال مونده توی ریس، یعنی هیچ کس دیگه هم رقیب رئال نیست و به نظر میاد رئال هم میخواد ببنده پرونده رو. اما اتفاقی که افتاد این بود که در ادامه این اخبار 2 خبرنگار خیلی معتبر از اتلتیک که تقریبا با هم دیگه خبرشون رو کار میکنن توی اینجور مسائل، یعنی کورتگانا و
اونشتین اومدن با هم دیگه گفتن که بله واقعا توافقی مثل این که بین رئال و لایپزیگ وجود نداره و این مسئله باعث شد که یه ذره رومانو عصبی رفتار کنه، قشنگ با هم دیگه دعوا مینداختن. مثلا پلاتنبرگ کیرگوهای اشتباهی رومانو رو داشت توییت میکرد، رومانو پلاتنبرگ رو تهدید کرده بود که آقا من چتای شخصی تو میفرستم و اینا. حالا خلاص از اینا بگذریم، دیومانده هی هر روز عقب افتاد انتقالش، هر روز فشار روی رومانو هم بیشتر شد که اتفاقی که افتاده اینه که الان امروزی که ما اینجا نشستیم خبرنگارای معتبر، حالا بجز رومانو که حالا بس جداست خیلی معتبره و اینا، ولی رومانو بهونش اینه که دلیل اینکه اینقدر طول کشیده رسمی شدن دیومانده به رئال اینه که لایپزیگ داره لفتش میده که یه جانشین برای دیومانده بخره. ممکنه که این حرف رومانو درست باشه، اما همه خبرنگارای معتبر دیگه یه سری مشکلات توی انتقال دیومانده به رئال میبینن که یه مشکل بزرگی که وجود داره مشکل ایجنسیه که دیومانده داره. یعنی چی؟ یعنی آقا این مدیر برنامه یا ایجنتی که دیومانده داشته موقعی که از لگانس اومده به لایپزیگ، اون یه شکایتی از الان کرده از دیومانده توی مدت ایجنتش رو عوض کرده، با راک نیشنز قرارداد بسته که راک نیشنز همون ایجنت های وینی هن، یعنی رئال هم از قبل با اینا یه ارتباطی داشته. دیومانده میاد ایجنتش رو عوض میکنه و ایجنت قبلی دیومانده همین الان شاکی از دیومانده توی دادگاه کس که آقا اگر دیومانده بخواد منتقل بشه من با این قرارداد داشتم همچنان، و این باعث شده که آقا رئالی که میخواد این قرارداد ببنده ندونه که آقا باید به این ایجنت قبلی هم یه پولی بده یا اصلا این پول رو نباید به راک نیشنز بده، باید به اون ایجنت بده. یعنی یک مشکلی توی وضعیت ایجنسی خود دیومانده است، مثلا هیچ ربطی نه به لایپزیگ داره نه به هیچ کس دیگه هیچ ربطی نداره. اما یه مشکل دیگه‌ای که وجود داره در قضیه دیومانده اینه که همون اولی که رئال میاد وارد پیشنهاد دادن با لایپزیگ میشه، این ایجنسی راک نیشنز که ایجنسی جدید دیومانده است میاد انگار به رئال میگه که آقا ما یه توافقی با لایپزیگ داریم، یعنی اگر یه همچین پیشنهادی برای لایپزیگ بیاد مثل اینکه لایپزیگ قبول میکنه ما این توافقا رو کردیم از قبل، شما فقط بیاین این پیشنهاد رو بدین. اما رئال که وارد صحبت با لایپزیگ میشه متوجه میشه که آقا اصلا همچین چیزی وجود نداره، یعنی اصلا راک نیشنز هیچ صحبتی با لایپزیگ نکرده. اتفاقی که میفته اینه که رئال میاد با لایپزیگ صحبت میکنه. الان خواستای لایپزیگ هر بار که انگار میگذره هر سری انگار داره بیشتر میشه. آخرین صحبتایی که بوده این بوده که لایپزیگ چیزی که از رئال میخواد اینه که تقریبا 110 115 میلیونشو باید بدن حتما، یعنی بدون هیچ بندی. تقریبا 10 میلیونش باید بندای راحت الوصول باشه، یعنی چی؟ مثلا تعداد بازی، مثلا شاید حتی تعداد گل، بندایی که آسونن. و برای هر چیز دیگه مثلا توپ طلا، چمپیونز لیگ و اینجور چیزا بندای 5 میلیونی، یعنی 5 میلیون مثلا رئال باید بده به لایپزیگ اگر دیومانده توپ طلا بگیره. خب حالا اینا چیزایی هستن که میصرفن، یعنی مثلا از خدام 20 میلیون بذارن مثلا همچی چیزی اگه دیومانده توپ طلا گرفت. حالا چمپیونز لیگ که نه، چون که حالا بارسا یه تجربه بعدی هم داشته از قبل، اینم بگم بد نیست. کوتینیو بند چمپیونز لیگ داشت با بارسا، آره، بعد رفت قرضی بایرن قهرمان شد، بارسا مجبور شد اون بنده رو به لیورپول بده. حالا اونم خیلی جالب نیست مگر اینکه یه جوری اینو دور بزنن. حتی برای هازارد و رئال هم همچین اتفاقی افتاده بود دیگه، یعنی هازارد تقریبا تو قهرمانی 2022 رئال هیچ نقشی نداشت، ولی به خاطر اینکه قهرمان چمپیونز لیگ شد با رئال مجبور شد که یه پول بزرگی به چلسی بده. حالا در نهایت گفته میشه که دور جدیدی از مذاکرات بین رئال و لایپزیگ برگزار شده. رئال نمیخواد دیومانده رو از دست بده با توجه به قضیه‌ای که وینیسیوس داره که اونم توی اپیزود امروز دوباره واردش میشیم. و همین دیگه به نظر میاد که توی مثلا 48 ساعت آینده اینا چیزی که داره، حالا این سری پلاتنبرگ خودش گفته، به نظر میاد تو 48 ساعت آینده و اینا یه ذره مسئله روشن‌تر بشه. رئال خیلی عجله داره برای دیومانده، برخلاف مثلا قضیه رودری که میخواد زودتر ببندتش، چون که ژوزه میخواد بازیکناشو توی پیش‌فصل. حالا اگه وقت کردیم راجع به بازی‌های دوستانم حرف می‌زنیم. ژوزه خیلی عصبانی بود. به نظر میاد که رئال یه ذره عجله داشته باشه برای قضیه دیومانده. می‌خوای تو هم یه صحبتی راجع به دیومانده بکن که راستی یه چیزی هم که یادم رفت این بود که دیومانده به پیش‌فصل لایپزیگ هم نرفت. چرا؟ به این بهونه که بیماری داره، ولی خب به نظر میاد که واقعا به خاطر انتقالش به رئال نرفته، یعنی اون بیماری بهونه است. و یک نکته دیگه هم که بازم اونم یادم رفت الانم بگم این بود که با یکی از مدیر ورزشی‌های لایپ هم صحبت کردن که توافق دارین با رئال یا نه. گفتش که نه، البته اون هیچ ربطی نداره، یعنی
اون چون که یعنی حتی اگه حرف رومانو کاملا درست باشه و توافق 100% باشه، خب به هر حال اینا دارن یه وقتی میگیرن که جانشین بگیرن دیگه، پس قطعا اون مدیر ورزشی میگه نه توافق نداریم. آقای شفر بود اسمش. خلاصه که اینا رو یه صحبتی تو هم راجع به دیومانده بکن که بریم سراغ گزینه‌های بعدی. آره نه تقریبا کامل بود همه صحبتات راجع به دیومانده. و اینکه بخوام بگم اینه که هرچی که دیرتر این قضیه پیش بره تاثیر میذاره روی خریدهای آینده رئال و میتونه انتقال اونها رو دقیقه 90 بکنه، چون که الان حالت یک چیزیه که باید هر چه زودتر تمومش بکنن و فول فوکس همه مدیره کسایی که توی بازار نقل و انتقالات رئال مادرید کار میکنن الان اسم میکنم که تمام تمرکزشون روی قضیه دیومانده هستش که بخوان سریعتر انجامش بدن و پرونده رو ببندن. و اگه هرچه دیرتر هم بگذره، هرچه دیرتر پرونده انجام بشه به ضرر رئال مادرید، چون هنوز پنجرهشون رو نبستن و همونطوری که توی اپیزودی قبلا گفتیم این که رئال مادرید هنوز کار داره و دو تا خرید دیگه در آینده ممکنه داشته باشه، یکی رودری و یکی هم یک دفاع وسط که حالا اسمای مطرح شده، یکی رناتو ویگا بود و یکی هم باستونی. و نشون میده که رئال مادرید هنوز توی این 26 هفته باقی مونده کار داره و بهتره که تایمش رو انقدر دیومانده هدر نده. ولی خب میخوای مراج یه پلی هم بزنیم از اینجا به پرونده وینی و این شرکت راک نیشن که رئال داستان داره باش توی همین یک ماه گذشته، و اونم اینه که این راک نیشن هم داره انتقال دیومانده رو به رئال مادرید انجام میده و هم اینی که درگیر با رئال مادرید سر تمدید وینی. خب اول اینکه اینا چه ارتباطی میتونن با هم دیگه داشته باشن و آیا اصلا ارتباطی دارن با هم دیگه، و اینکه کلا بازش بکن این قضیه شرکت راک نیشنو و کارهایی که داره با رئال مادرید انجام میشه، از جمله تمدید وینی و انتقال دیومانده. ببین قطعا رئال خیلی الان از شرکت راک نیشنز عصبیه. چرا؟ چون که گفته میشه که خود وینیسیوس حاضره که یه مقدار قابل توجهی از مطالباتش کوتاه بیاد، اما مشکلی که تو قضیه وینیسیوس وجود داره اینه که راک نیشنز قراره یه بخش زیادی از این تمدیدی که میشه، حالا چه از روی حقوق وینیسیوس چه از روی اون حالا بونس، ساینینگ بونسی که وجود داره یا حق پاداشی که وجود داره، راک نیشنز خیلی میخواد از این قضیه. البته من یه جایی خوندم که بخشی از این شرکت که روی وینیسیوس داره کار میکنه و بخشی از این شرکت که روی دیامانده داره کار میکنه دو تا بخش جدا هستند، اما در نهایت من فکر میکنم رئال خیلی عصبی باشه از این مسئله‌ای که داره با شرکت راک نیشنز. یه حالا قضیه وینیسیوس رو بخوام کلا باز کنم، بزرگترین مسئله که راجع به وینیسیوس وجود داره همون قضیه‌ای که تو اپیزود قبلی گفتم. وینیسیوس یک پاداش امضای بزرگ میخواد برای تمدید کردنش، که خب حالا این چه مشکلی رو ایجاد میکنه و اصلا چرا رئال با این مخالفه که همچین پاداشی رو بده. شاید خیلی فکر کنم مثلا رئال در توانش نیست که این پاداش رو بده و اینا. من میتونم بگم که رئال درسته که مشکل نقدینگی داره اما میتونه این پاداش رو بده. مشکل از اینجای شروع میشه که رئال مثلا اگر به امباپه همچین پاداشی رو داده به خاطر اینه که این همون پولیه که قرار بوده مثلا به پاریس سن ژرمن بده، یه جوری پاداش تمدید نکردن امباپه است. یعنی امباپه یه فشاری رو میاد تحمل میکنه برای تمدید نکردنش که این فشاره باعث میشه که رئال ارزونتر به امباپه برسه و یه مقداری از اون پوله رو به خود امباپه میدن. اما اگر رئال مجبور باشه که این ساینینگ بونس رو به بازیکنایی که باشون داره تمدید میکنه بده، انگار باید هر سری بیاد بازیکنای خودش رو دوباره بخره. یه همچین اتفاقی تقریبا میفته و این در شرایطیه که ما سال آینده احتمالاً تمدید بلینگامو داریم، اگر فد والورده وضعش دوباره درست شه تمدید خود فد والورده رو داریم، سال بعدترش احتمالاً تمدید خود امباپه رو داریم. در نتیجه همه اینا باعث میشه که رئال نخواد که یه همچین ساینینگ بونسی به وینیسیوس بده، با اینکه دیدیم که رئال توی مسئله وینیسیوس خیلی نرمتر از مسائلی مثل رونالدو، مسائلی مثل راموس اومده کار کرده و خیلی فرصت بیشتری داده. اما به نظر میرسه که رئال از این موضوع پایین نخواهد اومد و به نظر میرسه که حالا ما امروزی که حالا داریم ضبط میکنیم خوبه که بگم سه شنبه است، ساعت تقریبا 5 عصر و شاید توی 48 ساعت آینده رئال جلسه‌ای داشت. شاید که حالا خبرنگارای نزدیک باشگاه میگن حتما این اتفاق میفته که رئال یه جلسه‌ای خواهد داشت با وینیسیوس که به نظر میرسه که این جلسه مهمترین جلسه است. یعنی این جلسه جاییه که تکلیف قضیه وینیسیوس مشخص میشه. برای رئال مادرید سه تا گزینه برای وینیسیوس وجود نداره، یا باید وینیسیوس تمدید کنه یا بره. اما برای خود وینیسیوس ممکنه که این قضیه وجود داشته باشه که
بخواد یه سال دیگه تو رئال بمونه، طی این سال تمدید کنه، چون که به نظر نمیاد که وینیسیوس اصلا بخواد از رئال بره، اما ممکنه هم بره، یعنی صرفا میخواد دست بالا رو داشته باشه. همینجوری که گفتم وینیسیوس خودش احتمالا میخواد بمونه، رئال میخواد که وینیسیوس بمونه. گفته میشه که حالا دیروز وینیسیوس که به تمرینات اضافه شده، حتی ژوزه هم میخواد که وینیسیوس بمونه. حالا درسته که ژوزه میخواد وینیسیوس بمونه، ولی من نمیدونم ژوزه وینیسیوس رو نفر چندم رئال میدونه. این قطعا برای خود وینیسیوس هم خیلی تو طول فصل مهمه که آقا مثلا وینیسیوس نفر اول، دوم یا سومه. من حس میکنم حالا مطمئن نیستم که وینیسیوس با این که ژوزه میخوادش احتمالا نفر سوم باشه، که برای خود وینیسیوس خیلی سخته احتمالا تحمل کردن همچین چیزی. و همین دیگه، جلسه خیلی مهمی قرار برگزار شه. به نظر میاد که آرسنال کاملا آمادگی رو داره که در صورتی که اون جلسه خوب پیش نره کاملا برای وینیسیوس اقدام کنه. یه سری خبرها هم بود که وینیسیوس میخواد از این پیشنهادی که از آرسنال داره استفاده کنه که قرارداد بهتری از رئال بگیره، یعنی این پیشنهاد رو به رئال ارائه بده، بگه من همچین پیشنهادی دارم، شما باید پیشنهاد بهتری به من بدین. که یه بخشی از این پیشنهاد چیه؟ اینه که مثلا حق تصویر وینیسیوس 100%ش برای خودشه، چیزی که حتی رئال به امباپه هم نداد. به امباپه 80% حق تصویرش رو دادن و 20%ش رو گرفتن، یعنی با اینکه امباپه خیلی داشت در این قضیه کار سخت میکرد، بازم رئال 100%ش رو بهش نداد. و اما خبرنگارای نزدیک باشگاه میگن که وینیسیوس هنوز این کارو نکرده که به باشگاه اطلاع بده که آقا من یه پیشنهادی از آرسنال دارم، یعنی هنوز وینیسیوس از این کارت استفاده نکرده. شاید توی این جلسه استفادهش کنه. خود آرسنال میخواد که وینیسیوس رو تبدیل به بزرگترین خرید تاریخ باشگاهشون بکنه، بزرگترین خریدی که از زمان اوزیل داشتن که اونم خب به هر حال از رئال خریدن. خب آرسنال هم میدونیم دیگه هیچ وقت باشگاهی نبوده که ستاره بخره، یعنی برخلاف یونایتد، برخلاف خیلی تیمای بزرگ دیگه انگلیس، معمولا ستارهاش کسایی بودن که تو خودش بزرگ شدن. حالا نه اینکه مثلا خرج نکردن، انگلیسی‌ها کلا خرج میکنن، ولی مثلا آرسنال آرتتا هر چی خرج کرده مثلا 50 میلیون 50 میلیون هی رفته دفاع مارکت همشو جمع کرده پیش خودش. و همین دیگه، مسئله وینیسیوس تقریبا بعد از اون جلسه مشخص میشه. از الان نمیشه خیلی راجبش صحبت کرد، فقط اینکه طرفین همگی آمادن که تمدید کنن. از اون طرف آرتتا هم با وینیسیوس کاملا مثل اینکه صحبت کرده، نقشش رو بهش گفته و باید ببینیم چه جور پیش میره. میخوای تو هم یه صحبتی راجبش داشته باش؟ قضیه وینی هم بخوام بگم تنها چیزیه که میتونه پنجره رئال خراب بکنه با جدا شدنش و داستانی که داره در میاره. پنجره خیلی خوبی رئال تا اینجا داشته و اینکه به نظر من اینکه بخوان وینی رو از دست بدن میتونه یکم شرایط رو عوض بکنه و یک شکست شخصی برای پرز محسوب میشه. ولی خب در هر صورت من بعید نمیدونم الان با تمام این شرایط که رئال بخواد دیگه پیشنهادش رو از وینی پس بگیره. همین گفتی که جلسه آینده مشخص میشه همه چی و ما هم منتظریم. بعد از اونم اگر جدایی تایید بشه اون موقع میایم بررسی میکنیم اسکواد رئال بعد از رفتن وینی چه شکلی خواهد شد و اینکه اگر هم موند با وجود خریدای جدید قراره که چه شکلی بشه اونجا هم بررسی میکنیم. ولی خب در هر صورت باید منتظر بمونیم ببینیم چه اتفاقی میفته، در آینده نزدیک مشخص خواهد شد. ولی مراد بیا این سناریو هم بگو که اگر پرونده وینی شکست بخوره تمدیدش و مجبور بشه با باشگاه بخواد بفروشتش چه اتفاقی میفته، و در کنار اینکه پرونده دیومانده هم اگر اتفاق نیفته و شکست بخوره چه اتفاقی به رئال میفته. آیا اصلا همچین چیزی محتمل هست احتمالش، یا اینکه نه خیلی دوریم ازش و جفتشون ممکنه که درصد اینکه اتفاق بیفته خیلی بعیده؟ چی فکر می‌کنی راجبش؟ خب ببین، در مورد وینی واقعا مشخص نیست وضعیت، یعنی کاملا واضح صحبت نکردن با هم دیگه دو طرف. فقط مسئله جوری پیش رفته که تنش‌ها خیلی بالاه، رئال میخواد همین ماه که نه حتی زودتر قضیه وینیسیوس رو ببنده، یعنی اصلا رئال نمیخواد اونقدر کشش بده. راجع وینیسیوس واقعا من نظری ندارم که چقدر الان پاش داخل باشگاه چقدر بیرون باشگاه. آرانچو رودریگز، حالا یه خبرنگار معتبریه که توی کوپه کار میکنه، اون گفته بود که شاید من خیلی آدم خوشبینیم، اما وقتی دو طرف همشون میخوان یه قراردادی شکل بگیره شکل میگیره. اما من تاریخچه رئال رو که میذارم کنارش، حس میکنم که واقعا ممکنم هست که وینیسیوس بره. اما اینکه واقعا بره چقدر به ضرر ماه، من نمیدونم. شاید واقعا توی رئال نیازی که مسائل ساده تر بشن، یعنی نیاز نیست ما این همه ستاره داشته باشیم، شاید نیازه که یه ستاره کمتر شه. من خودم به شخصه کسی بودم که از روز اولی که وینیسیوس اومده رئال واقعا
خیلی خیلی طرفداریشو کردم، یعنی روزایی که فاجعه ترین وینیسیوس رو میدیدیم من طرفداریشو کردم. ولی فکر میکنم الان دیگه تقریبا وقتشه که داستان وینیسیوس و رئال از هم جدا بشه. تقریبا هم براش آرزوی موفقیت میکنم. اما قضیه دیومانده، به این قضیه دیومانده اصلا به نظر من جدای از مسئله وینیسیوس اگر نشه یه باخت خیلی بزرگیه. یعنی تقریبا هیچ وینگری دیگه تو مارکت نمیبینیم. حتی اگر وینیسیوس بماند ما به دیومانده به نظر من نیاز داریم. اما خب اگر وینیسیوس بمونه یه فشار کمتری شاید رو دیومانده باشه، شاید همه نگاه های بیشتری به وینیسیوس باشه. ولی اگر وینیسیوس بره دیومانده داره به عنوان جانشین وینیسیوس تقریبا میاد و یه فشار خیلی زیادی روش بیاد. از این نظرها درک میکنم. اما در نهایت اگر دیومانده انتقالش کنسل بشه من حس میکنم که یه ضربه بزرگی رئال خورده، چون که هیچ وینگری ما دیگه تو بازار نمیبینیم که اصلا مگر اینکه بارکولا مثلا باشه، اونم فکر نکنم پاریس سن ژرمن اصلا مذاکره‌ای بکنه با رئال. و اصلا بارکولا هم باز من در سطح وینی نمیبینم. یعنی حداقل دیومانده میدونیم که 19 سالشه، میدونیم هنوز خیلی چیزا رو ازش ندیدیم. اما البته بارکولا هم واقعا مهاجمی که دوور به درد میخوره، اونم واقعا میتونم درکش کنم. یعنی مسئله اونم مسئله بازیه. بارکولا هم تقریبا 170 میلیون اینا پاریس سن ژرمن روش قیمت گذاشته، اونم عجیب غریب آخه قیمتش. یعنی مثلا بارکولا رو من خیلی قبول دارم ولی نه 170 میلیون. آره آره آره. در نهایت من فکر میکنم که باخت بزرگی نگرفتن دیومانده، شاید رفتن وینیسیوس اونقدر باخت بزرگی نبینم، چون که شرایط قراردادش اینجوریه، چون که ما ستاره‌های زیادی تو تیم داریم. اما دیومانده بازیکنی که حالا وقتی سمت بررسی پروفایلش بریم میگم که چقدر توی کارهای دفاعی تعهد داره، چقدر به نسبت وینیسیوسی که ما دیدیم مثلا یه وینگر متفاوت قرار ببینیم. قطعاً 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 با توپ کیفیت حال حاضر وینیسیوس رو نداره، ولی کیفیتش از 19 سالگی وینیسیوس واقعا در حال حاضر بالاتره. البته باید اینم بگیم که آقا مثلا توی 19 سالگی رودریگو کیفیتش بالاتر از وینیسیوس بود، هرگز رودریگو به وینیسیوس نرسید. اما دیومانده به نظر پتانسیل‌های زیادی داره. درسته که ریسک خیلی بزرگیه، ولی رئال که اولیسه رو هم از دست داد، وینیسیوس هم اگر بگیم حداقل شرایط جالبی نداره. یعنی حتی اگه تمدید هم بکنه وینیسیوس تمدید بدی داره میکنه، یعنی خیلی با مبلغ بزرگی داره تمدید میکنه. و در نهایت این باختایی که رئال تو پست وینگر داده به نظر من نیازه که سر مسئله دیومانده باخت نده، مخصوصا اینکه ما همین امسال جام میخوایم و مورینیو همین امسال دیومانده رو میخواد. و اینکه ما خیلی وقتی که وینگر راست درست حسابی نداشتیم. باز دوباره منتظرتون باید بذارم که بریم تو بررسی پروفایل دیومانده که بهتون بگم چقدر راحت میتونه وینگر راست بازی کنه، حتی راحت‌تر از وینگر چپ. اما اگه میخوای یه سری بزنیم به خط هافبک رئال و کم کم وارد قضیه رودری بشیم، که از قضیه رودری یه پلی بزنیم به بارسا، چون که بارسا هم توی این مسئله حضور داره. آره دقیقاً. صحبت اون بخش رئال تموم شد، بریم که رودری هم بازش بکنیم. در مورد رودری صحبتایی که میشه اینه که به احتمال بالای 90% رئالیه و اینکه اسمش هم اطراف باشگاه بارسا اومده، مخصوصا توی چند روز، یکی دو روز گذشته که خیلی بیشتر داره اسمش میاد و احتمالش هم یه کمی قوت گرفته. اخبار که فعلا اینجوری بوده، ولی خب باز هم انتقالش به سمت بارسا خیلی بعید به نظر میاد، چون که خود بازیکن گفته که من رئال مادرید رو میخوام و بارسلونا این وسط برای سیتی حداقل اینه که یه جوری بازارگرمی بکنه و قیمت رودریو بالاتر ببره. ولی خود منچستر میدونه که رودری رئال رو میخواد تحت هر شرایطی و رئال هم رودری رو میخواد. ولی خب این وسط یکم کار برای رئال سخت‌تر بکنه و سیتی هم این قضیه بدش نمیاد که همین یکمی تایم بخره، هم بخواد قیمت بازیکنش بالاتر بره. ولی خب که رودری برای بارسا واقعا یک چیز واقعی باشه و نزدیک به واقعیت رو نمیشه الان گفت، چون که علاقه‌هایی وجود داره از سمت بارسلونا و اون رو بهترین هافک حال حاضر دنیا میدونن و ممکنه که بخوام برای رودری اقدام بکنن. ولی خب از اون طرف اخباری که از طرف بارسا میاد اینه که تماما درگیر بحث مهاجم نوکن و اینکه تمام فکر و ذکر دکو و تیمش اینه که یه جوری پرونده خولیان رو الان اوکی بکنن. ولی خب قبلش بیاد زیاد نپریم و همون رودری رو ادامه بدیم. بحث رودری چطور پیش میره با رئال؟ مراج میخوای اینو بازش بکن و بعدش هم در مورد بارساش هم بگو. خب ببین اون سوالی که از من پرسیدی که چقدر رفتن وینیسیوس و نیومدن دیومانده میتونه برای رئال باخت باشه، که حالا از بچه‌ها میخوام که حتما راجع به این مسئله کامنت رو بذارن، یعنی نظرشون اینه که چقدر
به نظرشون میتونه هر کدوم از اینا نشدنشون برای رئال باخت بزرگی باشه. چه وینیسیوس چه دیومانده حتما نظرشون رو برای ما بذارن. به نظر من بزرگترین باختی که میتونه رئال تو نقل و انتقالات بده و من هیچ جوره درکش نمیکنم نخریدن رودریه. یعنی از اول نقل و انتقالات تو یه مشکلی داشتی به اسم خط هافبکت که کیفیت کمی با توپ داشتن. از یه طرف حالا رودری برای همه شناخته شده است، یعنی نیاز نیست ما حتما آنالیز تاکتیکشو بریم، ولی ما میریم و اگر به رئال رسم میشه یا به بارسا و اون موقعی که بریم شما متوجه میشین که این آدم چقدر از ویژگی‌های کروس رو داره و تو یه مشکل خط هافبک داشتی، یه همچین هافبکی که این ویژگی‌ها رو داره شده بهترین بازیکن جام جهانی و قراردادش یه سال مونده، خودش داره خودش رو به در و دیوار میزنه که بیاد تو تیمت. اون وقت تو اگر نیای این بازیکن رو نخری، واقعا من نقل و انتقالات رئال رو بدون توجه به اتفاقایی که تا الان افتاده کاملا فاجعه میدونم. یعنی رودریک بازیکنی که نیومدنش نقل و انتقالات رئال رو فاجعه میکنه. به نظر من رودری حتی از دفاع وسطای ما دفاع وسط بهتریه، یعنی میخوام بگم که اینقدر کیفیت داره. و در کنار این قضیه ما باید یه شرایطی رو فراهم کنیم برای رودری، همون جوری که قبلا گفتم که این بازیکن بیاد و همون کروس ما باشه و همون جوری پرفورم کنه. اتفاقی که افتاده برای مسئله رودری اینه که قضیه انگار یه ذره سخت‌تر از اون چیزی شده که رئال توقعشو داشته. چرا قضیه سخت‌تر شده؟ چون که سیتی به دو دلیل داره سنگ اندازی میکنه تو کار رئال. اولیش اینه که میخوان که قضیه رو با بوادی ببندن، همونجوری که تو اپیزودهای قبلی گفتیم. الان هم به نظر میاد که خیلی نزدیکن، توافق شخصی رو با بوادی کاملا دارن. با لیل تقریبا دارن توافق میکنن، مثل اینکه لیل خیلی اصرار داره که بوادی رو یه فصل دیگه قرضی بگیره که همین باعث میشه که سیتی سخت‌تر رودریو بده. اما به نظر میاد که سیتی همچنان بوادیو برای همین فصل میخواد، کم کم داره قانع میشه که رودریو بفروشه. اما دلیل دوم سنگ اندازشون اینجا پیدا میشه که حس میکنن که میتونن رودریو رو با پول بیشتری بدن، که کاملا خبرنگارای معتبر مثل رومانو حتی اعلام کردن که سیتیه که داره رودری رو به تیم‌های مختلف پیشنهاد میده. به پاریس سن ژرمن پیشنهاد داده، به اتلتیکو پیشنهاد داده و به بارسا هم پیشنهاد داده، که حالا مسئله رودری و بارسا رو میذارم آخر صحبتام که بریم یه پلی بزنیم به بارسا. اما رئال چرا راجع به رودری عجله نمیکنه؟ دلیلش دو تا چیزه. دلیل اولش اینه که رودری الان تو تعطیلاته و دومیش اینه که رودری الان مصدومه اصلا. یعنی رئال برخلاف دیومانده که اگر بخرتش همین امروز میاد مثلا تو تمرین‌ها شرکت میکنه، رودری رو اگر امروز هم بخره نمیتونه رودری بیاد تو تمرین‌ها شرکت کنه و بالاخره به نظر میاد که اوایل کار رو از دست میده رودری، یا حتی اگرم مثلا هفته‌های اول دوم باشه آماده نیست. یعنی این چیزی که تقریبا دیگه واضح شده به خاطر مسئولیتی که رودری داشته، که البته میگم مسئولیتش هم خیلی خطرناک نیست و میتونه کاملا سالم برگرده. یه دلیل دیگه هم که داره که رئال داره دست رو دست میذاره اینه که سیتی کاملا قضیه بوادی رو ببنده و یه جورایی با هم دیگه راه بیان، یعنی خیلی کارو برای هم دیگه سخت نکنن. مثل اینکه سیتی مبلغی تقریبا اندازه 75 میلیون میخواد، رئال یه پیشنهاد 50 میلیونی که داده بود که به نظر برای سیتی کافی نیست. من حس میکنم که معامله تقریبا بین 60 میلیون 65 میلیون تا 75 میلیون تو این بازه 10 15 میلیونی میتونه بسته شه. اما قبل اینکه راجع به رودری و بارسا صحبت کنم، باید بگم که تییاگو پیتارچ هم به نظر میاد جزء کساییه که آربلوا خیلی دوستش داره و فولام دوباره میخواد برای بازیکن رئال اقدام کنه. یه مشکلی که وجود داره اینه که پیتارچ مصدوم شده و تقریبا یه ماه از میادین دوره، ولی همچنان آربلوا پیتارچو کاملا میخواد. پیتارچ کسیه که آربلوا تو بازی خیلی مهمی بهش فرصت داد به طرز خیلی عجیبی. البته عجیب از سمت آربلوا نه، از سمت اینکه تو رئال به همچین جوونی توی مثلا بازی مقابل سیتی بیان نیو فرصت بدن خیلی عجیبه. و اینکه در کنار قضیه رفتن پیتارچ که الان جدی شده، فاجعه ای ما داشتیم به اسم کاماوینگا توی این دو سه تا بازی دوستانه که رئال داشته، که حالا بازی با فیورنتینا اولیش بود که تقریبا دیگه کامل برگزار شد و اینا، که اصلا کاماوینگا اصلا واقعا نمیدونم چی بگم راجبش. نمیدونم این آدم چجوری انقدر بد شده. یعنی اصلا یهوی تاچای اشتباه، یهوی میاد پاس بده محکم میزنه به بازیکن خودمون که مثلا داره میدوه میذاره پشت سرش. اصلا نمیدونم داره چیکار میکنه کاماوینگا.
و اصلا رئال واقعا به رودری نیاز داره، یعنی نه تنها به رودری نیاز داره یه جوری کاماوینگا رو فقط بده بره. یعنی تا این آدم اسم خودش رو بیشتر از این خراب نکرده، فقط بدین اینو، بدیم 50 میلیون بدیم بره. یعنی اصلا قیمتش هم نمیخواد 70 80 میلیون باشه، فقط 50 میلیون اینو بدیم بره. نمیگم آدمیه که استعداد نداره، اما واقعا اوضاع فاجعه‌ای داره کاماوینگا. در کنار حالا همه اینا، یک مسئله‌ای که مسئله رودری رو کامل میکنه و یکی از موانع دیگه‌ایه که خیلی باشگاه راجبش صحبت نمیشه توش، اینه که لیست رئال با اومدن دیومانده، یعنی فرض کنیم اگر دیومانده میاد، که اگر نیادم باز به هر حال رئال یه وینگر خواهد خرید، چیزی که به نظر میاد، حالا ممکنه بعدا عوض شه. با احتساب دیومانده رئال لیست 25 نفرش پر میشه و به نظر می اومد که در واقع رئال در کنار راول آسنسیو و کاماوینگایی که از اول نقل و انتقالات توی لیست خروجی رئال بودن، به نظر میاد که رئال اندریکو هم گذاشته برای لیست خروجی. حالا ماستانتونا هم هست که داره قرضی به فیوره میره، اما ماستا توی لیست کاستیا ثبت شده، اصلا هیچ ربطی به لیست 25 نفری رئال نداره. همونجوری که میگین تو فصل پیش شماره 30 رو میپوشید، اصلا هیچ کاری نداشت. اما مثل اینکه قضیه خروج اندریک هم وجود داره، اندریکو روم میخوادش، با یه قرارداد قرضی میخوانش که یه بند دائمی داشته باشه و یه بند بازخرید هم در صورت دائمی شدنش برای رئال وجود داشته باشه. اما مثل اینکه اندریک توی این تمرینای گذشته خیلی خوب کار کرده، خیلی داره تلاش میکنه که این شاید باعث بشه که یه ذره دوباره قضیه پیچیده‌تر بشه برای رودری. رئال قطعا باید خروجی داشته باشه برای اینکه بتونه رودری رو یه جوری ثبت کنه. همونجوری که گفتم هم خیلی عجله‌ای راجبش نداره. اما راجب ورود بارسا توی قضیه رودری بخوام صحبت کنم، به نظرم بارسا باید وارد شه تو قضیه رودری، نه فقط به خاطر اینکه رودری واقعا یکی از بهترین هافک‌های دنیاست و همچنین بارسا هم اون عمق رو داره که از رودری محافظت کنه. نه تنها بارسا میتونه با آوردن رودری، حالا تا اینجا فرضم اینه که اصلا بارسا میتونه رودری رو بیاره، بارسا اگر بتونه رودری رو بیاره، خود برنال چقدر میتونه پیشرفت کنه. یعنی شما برای اینکه از رودری محافظت کنی به برنال بیشتر بازی میدی و این بازی دادن به برنال باعث میشه که در کنار رودری بتونه پیشرفت هم بکنه، بهترین هافک دفاعی دنیا رو کنار خودش توی تمرینا ببینه. یعنی همه جوره این معامله میتونه برای بارسا سود باشه. اما گفته میشه که بارسا با توجه به نگاهی که به خط حمله داره، ممکنه یه ذره از نظر تواناییش هم سخت باشه براش که با رودری ببنده. جدای از این مسئله که رودری کاملا فقط رئال رو میخواد، یعنی طبق خبرایی که ما الان داریم و هنوز این خبرها نقض نشدن، به نظر میاد که رودری واقعا فقط رئال رو میخواد و این کارو برای بارسا سخت‌تر میکنه. اما همچنان حتی اگر بارسا بدونه که نمیتونه رودری رو بخره، که به نظر من شاید حالا حداقل آقا بگیم 5% که دیگه بارسا شانس داره، اما حتی اگر فرض کنن اونقدر هم ندارن، شما خود سیتی داره به شما برای شما زجه میزنه که آقا بیاین تو این معامله که من قیمتو ببرم بالا. شما باید کار رئال رو سخت کنی، چون که رئال نباید رودری رو بگیره. اگر بارسا یه ذره فکر سود برای خودش میخواد باشه، واقعا اضافه شدن رودری به رئال ضربه بزرگی برای بارسا به نظر من، چون که یه مشکل خیلی بزرگی از رئال حل میکنه. در مورد رودری من حداقل اینا به ذهنم رسید. میخوای تو هم یه تیکه آخرش رو راجع به بارساش صحبت کن که کم کم وارد قضیه بارسا بشیم، قضیه فران تورس و کسای دیگه که به بارسا لینک شدن. خب راجع به قضیه گفتی اونجاش خیلی موافقم با که بارسلونا هر طور شده باید ورود بکنه به قضیه رودری، چون که خود سیتی این رو از بارسا میخواد، خودش داره رودری رو پیشنهاد میده به بارسلونا که ورود بکنه. از منظر سیتی برای اینه که یک بازارگرمی بکنه برای رودری که بخواد قیمتش بالاتر ببره و اینکه رئال هم تحریک بشه بخواد بیاد و سریعتر قضیه رو ببنده با رودری با اون قیمتی که سیتی مد نظر داره. ولی خب از طرف بارسا من بخوام بگم به نفعشه که ورود بکنه به قضیه رودری، چون از یک طرفی یک احتمالی وجود داره که قضیه رودری به رئال مادرید نشه و شما بهتره که اونجا حضور داشته باشی، یک پلن آلترناتیوی باشی برای رودری که میخواد به اسپانیا بیاد. یعنی توی صحبتاش قبلا گفته بود که میخوام به اسپانیا بیام، حالا منظورش از اسپانیا رئال مادرید بود. ولی خب من فکر میکنم که اگه رئال مادرید نشه، رودری میتونه گزینه‌اش رو تغییر بده و بارسلونا رو انتخاب بکنه. و از طرف دیگه هم شما میری کارو برای رئال مادرید سخت میکنی، همونطور که مهراجم گفت، شما میای نمیذاری که انتقال اینقدر راحت انجام بشه که رئال مادرید اینقدر بتونه اون مهره گم شدهش رو توی خط هافک به راحتی پیدا بکنه و
پروندهشو اینقدر راحت ببنده. از طرف بارسا هم اون یک فازی داره که ما روی خودمون تمرکز میکنیم و اینا. بعید نمیدونم که همچین فکری بکنه و ولی باز هم برمیگرده به اینکه ببینن فرانکی دیونگ قراره وضعیتش چی بشه. اگر اینکه بارسلونا ببینه فرانکی دیونگ قضیهش تموم شده است و تا 6 ماه 7 ماه آینده قرار نیست برای باشگاه بازی بکنه، اون موقع احتمال میدم که بخواد ورود بکنه به قضیه رودری. ولی بارسلونا الان فکر نمی کنم که بخواد مبلغی که رئال پیشنهاد میده برای رودری رو مچ بکنه، چون که من میدونم بارسا بخواد بره سراغ رودری از 50 میلیون شروع میکنه و پیشنهادش پایینتر از رئال خواهد بود. ولی باز هم ارزشش رو داره که بخواد تاش بکنه برای رودری، چه از طرف اینکه بخواد یه شانس ضعیفی داشته باشه برای جذبش، چه اینکه بخواد کار رو برای رئال سخت بکنه و نذار انتقال انقدر راحت انجام بشه. خلاصه صحبت همین بود و از اینجا میتونیم بریم سراغ بارسلونا و ویدیو هم زمان بندی داره بچه‌ها، یعنی شما قشنگ این تیکه ها رو میتونید انتخاب بکنید و اون تیکه‌ای که خودتون همیشه میخواید گوش بدید رو گوش بدید. در مورد بخش رئال بارسا همیشه ما یک زمان بندی میذاریم که شما میتونید همونجا انتخاب بکنید که کدوم بخش رو میخواید گوش بدید. خب معراج، بریم سر وقت بارسا و قضیه فران تورس و ببینیم که چه اتفاقی داره میفته. صحبتی راجع به صحبت قبل نداری رودری بخوای اضافه بکنی؟ من راجع به رودری صحبتی ندارم، بریم سراغ بارسا. ببین راجع به بارسا چه اتفاقی داره میفته. اخباری که داره میاد بیشتر سمت این داره میره که فران تورس قراره که بارسلونا رو ترک بکنه. چرا داره این اتفاق میفته؟ حالا چراییشو توضیح بدیم. ببین من تو اپیزودهای قبلم گفتم فران یک خود بزرگبینی داره به نسبت خودش که فکر میکنه جایگاهش خیلی بیشتر از چیزیه که الان توی تیم دارن بهش بها میدن و تمام مشکلات فران تورس با بارسا از همونجا شروع میشه که من یک فرد خیلی بزرگتریم و الانی که این اتفاق واسش افتاده و گل جام جهانی و قهرمانی اسپانیا رو زده، تمام اینا باعث شده که اون قضیه‌ای که فران تورس فکر میکرد که خیلی بازیکن بزرگیه بشه و واقعا این رو توی خودش ببینه که باشگاه و هوادارا باید رفتار بهتری. توی مسابقه‌ای که هم مسابقه کرده گفتن که تو چی می‌خوای که با باشگاه تمدید بکنی؟ گفته که اینکه باشگاه قدر من رو بهتر بدونه و هوادارا بخوان و فلان اینا. کلا منظورش اینه که من احترام بیشتری از طرف باشگاه میخوام که بارسا من رو یک مهره فیکسی ببینه و ناراحت از این قضیه که بارسلونا رفته سراغ جذب مهاجم نوک و مثلا توی پرونده خولیان آلوارز هم حس می‌کنم که فران ناراحت از این قضیه که باشگاه داره میره سمت جذب مهاجم. خب ببین این اتفاق داره میفته و اینم اضافه بکنم قبل از اینکه بخوایم بریم خودمون حرف بزنیم. فرناندو پولو هم که اخبار بارسلونا رو از منابع خود باشگاه کار میکنه اومده گفته که نه فران تورس اصلا فروشی نیست و فلان و اینا، باشگاه روی فران تورس حساب میکنه از اینجور صحبتا. یعنی اینکه اخباری که از طرف باشگاه داره میاد اینی که نه ما فران نمیفروشیم مگر اینکه پیشنهاد خیلی خوبی بیاد. یعنی اینکه تمام صحبت‌ها اینه که باشگاه در صورتی اجازه فروش فران تورس میده که اینکه فران تورس خودش شخصا بیاد درخواست خروج بده و بگه من میخوام از تیم برم و اون موقع بارسا بهش میگه که برو پیشنهادتو بردار بیار. فران تورس هم از همین قضیه ناراحته که شما من رو اون مهره نمیبینید. پس در نتیجه چیزی که من پیش بینی میکنم اینه که تا وقتی که فران تورس از تعطیلات برگرده که فکر میکنم گردن شکستش یه هفته دیگه باید منتظر بمونیم که برگرده، اونجا تکلیفش کاملا مشخص میشه و دقیقا همین اتفاقی میفته که من گفتم. اینجوری حس قوی که دارم همینه واقعا، اینکه باشگاه اونقدر تمایلی به تمدید برای فران نشون نمیده. فران این قضیه ناراحت میشه. با پاریس سن ژرمن هم فکر میکنم به توافقات شخصی تا حد زیادی رسیدن اطرافیان فران و میمونه که فران تورس بره به باشگاه بگه که من نمیخوام تمدید بکنم، میخوام از باشگاه برم. این سناریو خیلی محتمله، نزدیکترین چیزیه که میتونه الان برای فران تورس اتفاق بیفته. ولی خب من سوالم اینه الان این که شما همین الانش یه دونه مهاجم توی تیمت کم داری و یه دونه هم داری به اسم فران تورس که کجدار مریض میتونه موقعی تو رو هندل بکنه. شما که تا الان مشکل عمق توی بحث مهاجم نو که داشتی، نه نفر اصلی مشخص بوده نه بکاپت که فران تورسی بوده که خودت هم اونقدر قبولش نداشتی. با خروج فران تورس شما مشکل تبدیل به 2 مشکل میشه. از فردا روز شما فقط مشکل مهاجم فیکس تیمت رو نداری، مشکل مهاجم نوک فیکست و مشکل بکاپ مهاجم
مهاجمت رو خواهید از فرا. و اینکه بگی ما گوردون رو نوک بازی میدیم و چه میدونم کریم آدمی رو نوک بازی میدیم و فلان اینا، فکر نمی‌کنم همچین اتفاقی بیفته. شما که این خروج فران تورس و مشکلی نداری که اگه خودش بیاد درخواست خروج بده ما قبول میکنیم و اینا، من اصلا موندم. شما همین جوریش هم مهاجم نوک نداری و همینی که داری هم میخوای مفت از دست بدی با قیمت پایینی که پاریس سن ژرمن الان داره میگه. خودتون گفتین 55 میلیون، باز هم کمه، مبلغ کمی قیمت شما الان توی بازار میبینی. شما رابط رو میبینی 75 میلیون داره جابجا میشه. بعد اون موقع فران تورسی که توی 2 فصل گذشته 40 تا گل زده، توی تیم ملی دستاوردهایی داشته رو شما میخواید با نزدیک 55 میلیون بگی خدا برکت و اینقدر راحت و مفت از دست بدی. و از این طرف هم اخباری که داره میاد اینه که خولیان آلوارز قرار نیست که انتقالش به بارسا اوکی بشه و خیلی بعید الان درست بشه بخواد انتقالش. و از اون طرف هم باشگاه پلن بی برای جایگزینی خولیان آلوارز نداره که ما اگر خولیان رو نتونستیم بگیریم پلن بیمون چیه. و بارسا احتمالاً برای اون نداره. من خودم هم گفتم من آپشنی نمیبینم. حالا نمیدونم اطراف باشگاه داره چه اتفاقی میفته. حداقل آپشن منطقی توی بازار وجود نداره که بخوان اینا برن سراغش، مگه کافی سورپرایز کننده باشه حرکتشون. الان بحثی که داره پیش میاد وضع مهاجمینو که بارسا بد بود الان داره بدتر میشه با خروج فران. و یه صحبتایی میشه که اگر فران تورس رفت ما میخوایم فران تورس رو با ولاهویچ جایگزین بکنیم و اون موقع باشگاه میره سمت جذب ولاهویچ. و ولاهویچ هم مثل اینکه منتظر گذاشته باشگاه گالاتاسارای بود یا بشیکتاش مراج؟ بشیکتاش. آره بشیکتاش رو منتظر گذاشته و ازشون خواستی که به من وقت بدید و احتمال خیلی قوی هم منتظر ببینه که بارسلونا چیکار میکنه با قضیه مهاجم نوکش. و من موندم بازیکنی که خیلی وقت پاش به توپ نخورده و فرم خیلی بدی داره. از اون طرف هم مثلا پیشنهاد عجیب غریبی از هیچ باشگاه بزرگ اروپایی نداره و داره میره بشیکتاش لیگ ترکیه بازی بکنه، یعنی تنها پیشنهادش اونجا باشه و شما این رو به عنوان گزینه‌ای می‌بینی که بخوای مثلا جایگزین فران تورس بکنی. و از اون طرف هم مهاجم فیکست همچنان مشخص نیست. من تو اپیزود قبلم گفتم مهاجمی نیست که سطح 4 از 10 فران تورس رو بیاد بکنه 5 از 10 6 از 10 که ارزش انتقالش رو داشته باشه. شما الان داری 4 از 10 تو میدی بری یه 2 از 10 3 از 10 بیاری. خب الان این چه کاریه؟ تو نه تنها تقویتی توی مهاجم نوک نکردی بلکه تضعیفش هم کردی با جایگزینی ولاهویچ و فران تورس. هر چقدر فران تورس بد بوده باشه حداقل فرم خوبی داره. یعنی شما میبینی که فران تورس توی تیم جا افتاده، با بازیکن‌ها هماهنگ، چوبشو خوردی دیگه. به هر حال فران تورس رو 4 فصل بازی دادی آقا، 4 فصل بد بوده. حداقلش اینه که یک بازیکن بد هماهنگ با تیم شما. الان شما ولاویچ رو برداری بیاری جایگزین فران بکنی، مطمئن باش همون چیزی که فران هم به شما داد رو نمیبینی از این به بعد و قراره خیلی بدتر بشه اوضاع مهاجم که من مطمئنم همچین اتفاقی هم میفته. الان شما بخوای بری همچین کاری بکنی فردا روزی میبینی که ولاویچ روی نیمکت نشسته، ما داریم رافینیا رو نوک بازی میدیم، اولمو رو فالس ناین بازی میدیم، فرمینو اولمو دارن همزمان بازی میکنن. خلاصه قرار نیست ولاهویچ اون مهره‌ای باشه که بارسا دنبالشه. من خیلی بعید میدونم که بخواد بیاد توی بارسا عملکرد خوبی داشته باشه. اگرم بخواد با این شرایط بیاد که تنها مهاجم نوک تیم باشه، مطمئن باشید زیر فشارش میزاد و نمیتونه اصلا عملکرد خوبی نشون بده. موقع گزینه‌ای هم نیست که بخواد بکاپ چیز باشه و بخواد کمک بکنه ولاهویچ رو که بخواد عملکرد بهتری داشته باشه. خب مراج تو هم می‌خوای صحبت بکن راجع به ولاهویچ و فران تورس و آلوارز، نظر تو چی؟ خب ببین، کل سودی که فران تورس داره اینه که ما میتونیم بگیم که این آدم همیشه ذخیره مطمئنیه. یعنی ما قبلتر هم که راجعش صحبت کردیم گفت آقا فران تورس بماند و خولیان آلوارز اضافه شود و این باعث میشه که خولیان بهتر جا بیفته، نه اینکه قرار باشه فران نوک فیکس بارسا باشه و همچین حرفایی. حالا برای خودم هم عجیبه، یعنی مثلا فران میخواد بره پاریس سن ژرمن، اونجا هم که قرار نیست مثلا فیکس بشه، چون که دو از کیواراتسخلیا از این سه تا که فیکسن. حالا بگیم بارکولا هم میره، بازم پاریس الان آکلیوش رو گرفته، داره با میکا گوتس حت میکنه از آژاکس و میخواد فران هم بگیره. یعنی بازم همچنان فران یه گزینه تعویضی میشه قطعا. یعنی فکر نمی‌کنم من، یعنی که بتونه مثلا یه جوری دوه رو مثلا نیمکت نشین کنه، مثلا خودش رو فیکس کنه. باز هم فکر نمی‌کنم فران مثلا الان بره پاریس
خیلی عجیب غریب، بازیکن فیکس محترم مثلا خاصی باشه که تو بارسا اونو بهش ندن و حس میکنم تو بارسا کنار هم تیمیاشه. یعنی حتی برای خودم از نظر تصمیم فران هم برام عجیبه. اما همون جوری که گفتی فران مثل این که الان ادعای اینو داره که آقا من باید مهاجم نوک فیکس این تیم باشم. یعنی چی؟ یعنی شما نباید برید خولیانو بخرید. خب من این رو خیلی حتی مقصر رو فران میدونم. یعنی الان فرانه که داره کارو سخت میکنه. مثلا الان این فران بارسا رو توی وضعیتی گذاشته که حس میکنم باید فران برود که و خولیان هم حتما بیاید یا گزینه جای فران بیاد. ولی خبرایی که حالا از بارسا میاد خیلی خبرای بدیه. چرا خبرای بدیه؟ چون که الان خبرای رفتن فرانه. همزمان بارسا نمیتونه به فران تضمین بده که تو مهاجم نوک منی. چرا داره این تضمین رو نمیده؟ که بره خولیانو بیاره، که خولیان اتلتیکو به بارسا نمیدتش. یعنی بارسا یه جورایی به خاطر آوردن خولیانی که مشخص نیست بیاد و خیلی سخته اومدنش، داره همزمان فرانو هم از دست میده. هر دوتا رو داره از دست میده یه جورایی. از یه طرف دیگه اگه خولیان نشد هیچ پلن بی براش ندارن. یعنی خود ولاهویچ هم خودش داره خودش رو به بارسا لینک میکنه. بارسا نیست که ولاهویچ رو میخواد، ولاهویچه که بارسا رو میخواد. و این اصلا یه وضع آشفته‌ای برای بارسا ایجاد کرده برای خط حمله‌اش. یعنی ما فکر میکردیم که بارسا قراره که این تابستون خط حمله‌ش رو خیلی عالی ببنده، ولی الان داره پسرفت میکنه. حتی اون موقعی که آدیمی هیرویگوش خورد و ما راجع به آدیمی حرف زدیم، گفتیم که آقا آدیمی خوبه به شرط اینکه جانشین فران نباشه، واقعا یه نیمکت نشین برای یامال باشه، در این حد آدمی خوبه. ولی از طرف یه سری از خبرنگارا، حالا پولو نه ولی خبرنگارای ضعیف‌تری که نزدیک به بارسا هستن، خبرها اینجوریه که آقا فران هم رفت ما خولیانو میاریم، گوردون آدمی هم مهاجم نوک ذخیره. من صحبتم اینه که آدمی به عنوان نوک ذخیره هم خوب نیست و تو گوردون رو آوردی که دقایق رافینیا رو کنترل کنی. یعنی اون رافینیای بدبخت خیلی نره مصدوم بشه، یعنی به زور هر سری سر بازی سخت بیاریش، همون بازی سخت رو هم کامل تموم نکنه دوباره بره چند ماه دیگه. تو گوردون آوردی که بتونی از رافینیا محافظت کنی. حالا گوردون مجبور میشه نقش فران رو هم برای تو بازی کنه و اگر گوردون این نقشه رو بازی نکنه، آدیمی باید اون نقشه رو بازی کنه که من فکر نمی کنم در حد فران بتونه این نقشه رو انجام بده. از نظر پرسینگ شاید به خاطر سرعت بالایی که داره توانایی بیشتری از فران داشته باشه، ولی حتی با اینکه من فران رو مهاجم عاقلی نمیدونم، چون که توی این سیستم زیاد کار کرده، از نظر پرسینگ حتی هوش فران رو هم نداره آدمی و این خودش خیلی مهمه. که آقا تو مثلا حالا نمیدونم چه جوری الان بهتون توضیح بدم، تو وقتی داری یکی رو پرس میکنی باید در یک جهتی پرسش کنی که خط پاساشو ببندی، جدای از اینکه تو داری صرفا میری رو پای اون طرف. این یکی از چیزایی که مثلا وینیسیوس اصلا حالیش نیست، با اینکه میدوه داره تلاش میکنه اصلا حالیش نیست این آدم. که آقا تو باید آپشنای این بازیکنی که داری پرسش میکنی ببندی در وهله اول، بعدش بری تو ازش بگیری. میگم مسئله‌ای که راجع به فران وجود داره اینه که فران رفتنش تنها در صورتی خوبه که آقا خولیان رو بیاریم. اگر خودش قبول نمیکنه، یعنی فرض کنیم که آقا خولیان داره میاد، این یه مسئله قطعیه، فران قبول نمیکند که نیمکت خولیان بشیند، خب الان میتونیم قبول کنیم که فران بره. در غیر این صورت من اصلا حتی پلن بیای بارسا رو هم در سطحی نمیبینم که از فران بالاتر باشن، که وجودم ندارن. یعنی جالبیش اینه که میگفتن که خولیان آلوارز تا اول آگوست فرصت داره اتلتیکو که بفروشتش. حالا اینم جالبه که فرصت رو به اتلتیکو داده بودن برای فروشش که اتلتیکو این کارو نکرد و بارسا قرار بود که از اول آگوست به بعد بره سراغ پلن بی، پلن سی، ولی کروپی مصدوم شد و الان میبینیم که توی آگوست داریم اینجوری پیش میریم که خب بارسا تا لحظه آخر نقل و انتقالات منتظر خولیانه. خب این که شما منتظر خولیانی اگر باعث شه که پرام بره و خولیان نیاد، که اصلا فاجعه محضه. یعنی مثلا حالیم نمیشه مثلا داری چی کار میکنه بارسا و واقعا توی تک تک رفتاراشون دارن اشتباه کار میکنن. یه کانسلو رو بابا ببندیم. من دفعه پیشم گفتم بابا کانسلو رو چرا نمیبندیم، اصلا قابل درک نیست. اون سالیناس رو بگیریم بره دیگه، مثلا 10 15 میلیون دیگه چی آخه مثلا اینقدر. آخه 10 15 میلیون مگه میشه نداشته باشه بارسا؟ تو همون فصلایی که یک به یک نبودم داشتن، چه برسه به الان. یعنی 10 15 میلیون با اون پولی که از پاتی در آوردین رو بدین سالیناس رو بیارین بدین بره. حالا من سالیناس رو ندیدم، صادقانه دارم میگم، یعنی
فکر نمی‌کنم مثلا کسی تو یوتیوب فارسی و اینا حتی خارجیش هم فکر نکنم سالیناس رو دیده باشه. یعنی هر کی بگه الکی میگه من یه دونه بازی از سالیناس دیدم، فینال یورو زیر 19، حتی اونم من حدس میزنم اکثرا ندیدن. باز همچنان نمیدونم بارسا چرا انقدر داره دست میکنه. یعنی دفاع وسط رو کلا بیخیال شدن که حالا این جدای از بحث فرانه که مثل این که حالا خوزه فلیکس دیاز گفتش که اتلتیکو بیلبائو گفته که فصل نداره لاپورت و 80 میلیون هم براش میخوان، که اینجوری اگه باشه که اصلا بارسا حق داره نخرتش. یعنی اصلا کلا اونورم بارسا وضعش پیچیده شده. در کل همونجوری که خودت گفتی فران مثل اینکه مستقیما درخواست خروج نداده، قرار بعد از تعطیلاتش که برمیگرده با بارسا صحبت کنه و بارسا تا زمانی که فران درخواست خروج نده فران رو نمیفروشه که تصمیم منطقیه. اما بارسا تصمیمش اینه که بعد از نقل و انتقالات تازه بیان باهاش راجع به تمدید صحبت کنن. یعنی اینجوری که من متوجه شدم از سپتامبر به بعد قراره که مذاکرات تمدید با فران شروع بشه، که اینم من درک نمیکنم. یعنی شما میذاری یه زمانی که دیگه دست خود فران باشه که چی کار کنه با آیندهش، شروع کنیم راجع به تمدیدش صحبت کردن. یعنی من واقعا تقریبا کار بارسا رو درک نمیکنم. اگر فیلیک امسال واقعا لالیگا چمپیونز لیگ چیزی گرفت، واقعا باید مجسمه شد یه دونه نه، باید تو کل شهر بارسلونا همینجوری هر خیابون یه دونه مجسمه فیلیکو بزنن. یعنی واقعا درک نمیکنم. بعد به قول خودت این بارسا قرار بود که عمقش بهتر بشه تو خط حمله امسال، بعد شما لواندوسکی رو دادی رفت، فران هم داری میدی بره، احتمالاً هم یه دونه مهاجم نوک بیشتر نمیاری. من نمیبینم که بارسا الان عمق خط حملهش بهتر از فصل گذشته شده باشه، با توجه به اینکه پارسال رشفورد هم بود، رشفورد هم رفت جاش، مثلا بگیم جای رشفورد گوردون اومد، آدیمی رو میتونیم بگیم جا فران اومد. باز من پارسال عمق بهتری نمیبینم، حداقل نگم کمتر شده بیشتر نشده. یعنی بعد توی پنجره‌ای که شما داری برای تابستون بعدت هم بازیکن می‌خری. یعنی اصلا من نمیفهمم بارسا داره چی کار میکنه واقعا. میخوای ببند خودت پرونده فران رو خودت ببند، چون من واقعا درک نمیکنم این قضیه رو. ببین به قول خود الان حرف خوبی هم زدی، گفتی که بارسا قرار بود برای 2 تا پنجره آیندهش خرید بکنه. الان 2 تا پنجره آینده ما فکر کنم این پنجره یه دونه گوردون بود، پنجره آینده آدمی بود دیگه، قرار نیست حرکت دیگه بزنن. کلا اصلا یعنی یه وضع عجیبیه. بعد من این چیزی هم میبینم عصبانی میشم، اینی که مثلا توی کامیونیتی هم میبینی تو گروه ها بحث میشه آره فرانو بدیم بره 50 تا سگ خورد نمیدونم چی فلان اینا، 50 تا بکنین تو پاچه پاریس سن ژرمن. من سوالم اینه آقا فرانم رفت، الان شما دیگه هیچ کیو نداری برای مهاجم نوک. آقا فران اصلا گو، خب اصلا بدترین مهاجم نوک تاریخ بشریت و کهکشان راه شیری و فلان اینا هرچی شما میگی. آقا الان بره شما کیو میخوای بذاری مهاجم نوکت؟ من الان موندم، من زبونم مو در آورده انقدر گفتم شما مهاجم نوک تو بخر. آقا هر کاری با فران کردی بکن، برای من اهمیتی نداره. بعد تازه اینم گفتی که بارسا گفته که پنجره بسته بشه، من تازه با فران تورس چیز بکنم، مذاکره بکنم برای قراردادش. خب الان شما این کارو کردی، پنجره بسته شد، فران تورس اومد گفت خب آیه لاپورتا من اندازه یامال حقوق میخوام. خب الان شما میخوای چیکار کنی با کسی که اندازه حقوق میخواد؟ منطقش چیه؟ منطق من رو جام جهانی زدم، من الان بهترین که میام 10 تا شبکه آمریکایی هم ازم مصاحبه گرفتم، الان من میخوای چیکار کنی باش؟ میخوای بذاری رو نیمکت؟ میخوای بذاری رو من سال بعد رایگان تو رو میدم؟ اصلا نمیخواد. و نمیدونم یه اعتماد ذاتیبی هم دارن انگار معراج، مطمئنن از کاری که دارن میکنن. اینش برای من خیلی نمیدونم، حس میکنم 10 تا بازیکن رو چیز کردن، اصلا قراردادشون رو رسمی امضا شده، فقط اعلام یا آخر پنجره بیان میگن یا ما 20 تا بازیکن بودیم ما نگفته بودیم. خب مرد حسابی اگه بازیکنی هم داری اوکی میکنی که بیا بگو طرفدار انقدر دیگه اساسش به هم نریزه، چون 20 روز مونده اصلا فکر نمیکنم خبر وجود داشته باشه. و هم آلوارز ببند مرد حسابی، اونو همین فرانو نگه دار، برو یه مهاجم دیلاق هم بزن. اسپیو که نتونستی بگیری 25 تا، خب ولی ولاهویچو که میتونی بیاری، بری رایگان بیاری 10 تا بنداز جلو اون پاداش چیز بده بهش، پاداش امضای قرارداد بهش بده، بیاد جذبش بکن بذار بغل فران، نه اینکه فرانو بدی بره ولاهویچ هم برداری بیاری. اون موقع اصلا به درد من نمیخوره ولاهویچ اون موقع تموم میشه اصلا کریرش هم دیگه. اخبار بارسا خیلی اعصاب خورد کنه و نمیدونه چیکار بکنه. و به قول خودت هم قرار بود که دیگه بعد توی آگوست اینا برن سراغ
پلن بی راجع به نوک و پلن بی هم وجود نداره و کلا اخبار کذب از طرف باشگاه که میخوایم این کارو بکنیم اون کارو بکنیم و اینا. الان چند وقتی خولیان آلوارز قراره بیاد که بیانیه دوم بده که توی تمرین‌ها شرکت نمی‌کنم و فلان، اون غلطی نکنن. نمیدونم با باشگاه داشتین یا نه، ولی خب مشخص نیست و مهم هم نیست دیگه. به نظر من ریدن عزیزان تا و خیلی کارهایی که باید میکردن رو نتونستن بکنن و پنجره خوبی رو من الان نمیبینم که داشته باشیم در ادامه هم و شاید یکی دو تا ورودی دیگه هم داشته باشیم که فقط بخوان مثلا یکم باگ خط دفاعی رو اوکی بکنن و اینا و الا همین. چیز دیگه ای بارسا مونده میره؟ نه چیز دیگه نمونده، فقط این وسط قرارداد تر اشتگن با ژاکس هم رسمی شد که اونم فکر کنم 80-90% حقوقش رو دوباره بارسا میده. حالا اونو میشه قبول کرد، مثلا هیچ کاریش نمیشد کرد و همین دیگه. خبر دیگه نیست. یه سری هافک بینامونشون دوباره، حالا بینامونشون که نه، این عزالدین اوناهی چیز بود مراکش، اینم به بارسا لینک شده. این هیچ وقت تو دوران باشگاهی من بازی خوبی ازش ندیدم، یعنی همیشه ملی میاد عالی بازی میکنه یا باشگاهی میاد خوب بازی نمیکنه. البته که منبع خیلی معتبری هم نبود، یعنی ممکنه که اصلا واقعی نباشه. همین دیگه، من خبر دیگه راجع به بارسا ندارم. آره دیگه، اخبار این روزا همین بود و منتظریم که یه خبر دیگه بیاد که یه پرونده جدیدی برای شما باز بکنیم و پرونده ها در آینده انتهای ویدیو خواهم بود. کلا فرمت ویدیو از آینده نزدیک قراره که اینطوری باشه که یک بخش رئال داریم، یک بخش بارسلونا داریم و پرونده ویژه اون قسمت که کار بکنیم. ولی خب امروزی که داریم ویدیوها رو ضبط می‌کنیم اخبار رو فقط کار کردیم، ولی از ویدیوهای بعد قراره که فرمت به این شکل باشه و همین دیگه. ساب کانال رو فراموش نکنید، ویدیو رو لایک کنید و کامنت خودتون رو برای ما بذارید که چطور میتونیم برنامه رو بهترش بکنیم. راجع به نقل و انتقالات هم اگر نظری داشتید که چه گزینه‌ای برای رئال منطقیه و چه گزینه‌ای برای مهاجم که بارسا هم میتونه منطقی باشه رو برای ما توی کامنت ها بگید که مخالف فروش فرانید یا موافقشید. برای ما کلا کامنت بکنید و اینکه لینک حمایت مستقیم هم توی دیسکریپشن هست، اگر چه مسئولات مالی و مستقیم حمایت بکنید. و خیلی ممنون که ما رو گوش دادید تا اینجا و تا یه اپیزود دیگه. خدا نگهدار.